در برنامه چالش هفته گذشته که این آقای که از خوزستان زنگ زده بودنم بهش اشاره کردن که شما تحدی کرده بودید و من اومدم جواب بدم. این تحدی که ما کرده بودیم در رابطه با تماسی بود که بیننده‌ای گرفتن و در این مورد من گفتم که اگر ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله اگر حدیثی از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه آوردید بیاید اینجا اینو مطرح بکنید و این تحدی بود که ما در هفته گذشته گفتیم. بیایم برگردیم به تماسی که احمد آقا گرفتن. بیننده به اسم احمد. سلام علیکم یاسر. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستید؟ سلامتی. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من احمد هستم از اهواز. آقا احمد از اهواز. جناب آقای انصاری، حضرت علی فرمودید که هر کسی که طبق آیه در واقع وابتغوا علیه الوسیله بخواد توسل انجام بده این خرپرست و مشرک هست. نظر شما؟ نه اشتباه کردی. کی گفته اینو؟ کی گفته این؟ بله این اصل سوال ایشون بود که تهمتی بس، چون اینا یک سناریویی است، این احمد و محمود و رضا و تقی و نقی اینایی که تماس میگیرن اینا فقط از شبکه ولایت هستن، به خاطر اینکه یک سناریویی دارن میخوان اینو تکمیل بکنن، بعد یک برنامه، چون بی برنامه چیزی ندارن، مفلسن، اونم کاش که یک بحث علمی باشه، میان دروغ میبندن، تهمت میزنن و فکر میکنن که بیننده الاغ تشریف دارن، چیزی رو متوجه نمیشن و اینا هم هر طوری که خواستن سر مردم شیره بمالن. ایشون میاد اینجا یک تهمتی رو به من میزنه، بعد میگه که در ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله در اینجا اهل سنت و اینو برداشت از توسل به ائمه کردن و فلان و علان. بعد من از ایشون خواستم که روایتی در این مورد بیارن که میریم سریعا رو دقیقه دقیقه 4 بله بیان میکنه. شما یک روایت از حضرت علی بیارید که گفته باشه آقا بیاید به من متوسل بشید، به امام زمان متوسل بشید، به حسن و حسین متوسل بشید. خب آقای انصاری، الان مولوی کاندهلوی گفته که توسل کنید. آقای محترم من نمیدونم شما عقل دارید، شعور دارید، گوش دارید، حرف متوجه میشید یا نه؟ لحظات پیش چی گفتم؟ کاندهلوی است، هر کسی که هست برداشت اشتباه از آیات قرآن داشته باشه برمیگرده به خودش. ببینید ما علمای ما چی میگن؟ هر کسی حرفشو میگیریم و رد میکنیم مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که بله. خلاصه ایشون سعی میکرد که از آیه وابتغوا الیه الوسیله گفت در ذیل این آیه روایت است از امام علی که در توسل رو جایز میدونه و تا آخر این تماس هم طوری که بینندگان هفته گذشته بودن ایشون نتونست این مطلب رو بیاره. بعد این تحدی بود که ما داشتیم در برنامه گذشته. سلامت باشید. همین احمد آقایی که لحظات پیش هی داشت سیانمایی میکرد، برادر گرامی یک لحظه تشریف داشته باشید رو خط. آقایی که شما رنگتون تغییر کرده، فلان کرده، این کرده. همین آقا من تحدی میکنم که بیاره از کتاب معارف القرآن یک روایت از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در زیر آیه وابتغوا الیه الوسیله که گفته باشه وسیله جایز است. اینها حالا طرف شیعه ها میخواد از کتب اهل سنت اعتقاد خودش رو ثابت بکنه. بازم تکرار میکنیم، تحدی میکنیم که آقای یزدانی، آقای احمد، محمود، همه شما برید یک روایت از کتاب معارف القرآن در ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله از امام علی بیارید که گفته باشه توسل کنید به من، بیارید. ما همین تحدی رو کردیم. در صورت این تماس تموم شد و بعدش گفتن به به یک برنامه جدید میریم چالش با یک خودفروش دیگه به اسم یزدانی، صیغه زاده‌ای که معلوم نیست از کجا اومده. این رفتن برنامه به اسم چالش و خلاصه خواستن که به این جواب بدن. ما هم اصل برنامه ایشون رو داریم در اینجا که انشالله خیلی مختصر، چون وقت برنامه به پایان رسیده، من جواب میدم. احمد جان تصویر داشته باش.
خلاصه خواستن که در اینجا یک روایت از حضرت علی، اون بیچاره بدبخت نتونست از اونجا بیاره از زیرای وابتغوا الیه الوسیله، این آقا در اینجا اومد و میخواد یک روایت بیاره در این مورد. به قول آقای ملازاده قوی هست بسیار. چهره پلی دادم صدقه بده. حالا صدقش این روایتی بسیار زیبا از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه که انشاءالله بینندگان عزیز با دیدن این روایات خوشحال بشن، شادمان بشن و بشارتی باشه برای اونها. شیخ صدوق در 3 تا از کتابای خودش از امالی، عیون اخبار رضا و کتاب من لا یحضره الفقیه روایت رو با سند قوی که علامه محمد تقی مجلسی میفرمایند که سندش قوی هست از نعمان ابن سعد نقل میکنه که قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود سیقتل رجل من ولدی به ارض خراسان به سم ظلما، به زودی مردی از فرزندان من در سرزمین خراسان به وسیله سم و مظلومانه به شهادت میرسد. اسمه اسمی، اسم او اسم من است و اسم ابیه اسم ابن عمران موسی، اما اسم پدرش اسم پدر موسی ابن عمران هست، اسم پدر مرحال ابن عمران موسی هست. پدر ابن عمران اسمش موسی است، ابن عمران پدر موسی است. این بیچاره احمق بیشور خودش قاطی کرده، اصلا نمیدونه چی بگه. حالا ببینیم روایت فمن زاره فی غربته، آگاه باشید، فمن زاره فی غربته غفر الله ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر. آگاه باشید هر کسی اون حضرت رو در غربتش در حالی که غریب هست زیارت کنه، خداوند گناهان گذشته و گناهان به تأخیر افتاده او رو خواهد بخشید. چقدر روایت زیباست، چقدر روایت جالب هست. و ادامه میده امام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ولو کانت مثل عدد النجوم و قطر الامطار و ورق الاشجار، حتی اگر این گناه ها به اندازه ستارگان آسمان، به اندازه قطره های باران و به اندازه برگ های همه درختان باشه. هیچ انسان رو شاید ما در روی زمین پیدا نکنیم که دیگه اینقدر گناه کرده باشه. میگه حتی اگر به این اندازه باشه و بعد این شخص بره حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو در غربتش زیارت کنه، خداوند همه گناهان گذشتهش و همه گناهانی که به تأخیر افتاده اونها رو خواهد بخشید. این بسیار روایت زیبا هست و علامه محمد تقی مجلسی در روضة المتقین شرح من لا یحضره الفقیه جلد 5 صفحه 296 میگه سند این روایت قوی هست و در عیون اخبار رضا میگه با سند واضح‌تر و قوت بیشتر هم نقل شده و روایت در امالی شیخ صدوق جلد 5 صفحه 182 خدمتتون عرض کنم و همینطور در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 289 آمده و همینطور در من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 584. بالاخره روایت سند قوی هست و مژده است برای همه اونهایی که الان در حرم امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هستن. امیدوار هستیم که ما رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنه و امیدوار هستیم که انشالله به زودی ما هم بریم انشالله به پابوسون حضرت. این روایت بود که بله این آقا خیلی با خوشحالی که این روایت رو آورد و روش مانور داد که بله یک روایت از حضرت علی پیدا کردن برای زیارت و توسل برای این چیزا که چندان ربطی به موضوع نداره، منتها ما به خاطر اینکه حماقت این آخوندا رو خدمت شما عزیزان نشون بدیم به این قضیه میپردازیم. اولا میایم رو صدوق محمد ابن بابوی قمی که خود این آقا که شیخ صدوقی که میگن که این روایت در 3 تا مصدرش هم از ایشون هست، این چجور آدمی است. در اول میریم رو مستدرک الوسائل. احمد جان نشون بده. این مستدرک الوسائل است.
اینم صفحه بعد از نوری طبرسی، اینم شناسنامش. اینجا میاد بعضی از روایت هایی رو که تحریف میکرده آقای صدوق رو اینجا ذکر میکنه. بعد میگه که ولی احتمال انه علیه السلام ذکر هذه الحقوق بعد ترتیب مره مختصره لبعضهم. شاید میگه این روایت بعضی اوقات مختصر ذکر و اخرى بعد زیادات، که بعضی اوقات به این زیادات باشه. فی غایت البعد، این میگه خیلی بعید است. و یؤید الاتحاد ان النجاشی قال فی ترجمه ابی حمزه وله رساله الحقوق عن علی بن الحسین. بعد از اون در این قسمت میگه که بعد السند اعلى واضح من طريق صدوق في خصال إلى محمد بن فضيل ولو كان في الرسالة هذا اختلاف شديد لأشار إليه النجاشي كما هو ديدن في امثال از روایت. در اینجا میگه که خلاص روایت هاست و بعضیاش کوتاه بعضیاش مختصر. صدوق چیکار میکرده؟ و هذا يظهر من بعد المواضع ان صدوق رحمه الله كان يختصر خبر الطويل، میومده بعضی چیزا رو مختصر میکرده و یسقط منه، از اون چیزایی رو مینداخته و ما ادى الى نظر الى اسقاطی، چیزایی رو که دلش میخواسته اینو چیکار میکرده؟ ساقط میکرده از روایت. در قضیه تحریف قرآن هم میگه که اینجا بعضی جا تحریف کرده. بعد از همه این اعمال که ذکر میکنه میگه که و بالجمله خلاصه امر این که فامر صدوق مضطرب جدا، وضعیت آقای صدوق خیلی پریشان کننده است، وضعیتش خیلی خراب است. بعد از اون میگه در روایت دیگری که در کتاب توحیدش آورده در قضیه از امام جعفر صادق، میگه که این روایت از کافی گرفته و در وفی تغییرات عجیبه تورث سوء الظن بالصدوق. این روایت رو که از کافی گرفته خیلی توش دستکاری کرده که باعث سوء ظن میشه به آقای صدوق. این صدوق اینا یک مدلس خبیث دروغگویی بوده که روایت ها رو میگرفته، روایت جعلی درست میکرده برای خودش. این آقا اومده از شیخ صدوق برای ما دلیل یا روایت میاره. میریم رو مطلب بعدی که از مرآت العقول است. در اینجا قضیه تعریف بعضی از روایات احمد جان نشون بده توسط شیخ صدوق رو در اینجا میاره. صفحه بعدیش اینجا میگه که این کاری که این آقا میکرده خیلی در اینجا میگه که و بالجمله على ما فی الكتاب لعل حمله على التقیه او التحریف الروات. این آقا یا چی کار میکرده؟ یا روات رو تحریف میکرده یا که میومده تقیه میکرده. اینم در مورد آقای صدوق هست در کتاب مرآت العقول. من خیلی با عجله رد میشم از این مسائل. لؤلؤ بحرین در اینجا کتاب دیگری از اسطوانه های علمی اینا از احمد بهرانی است، از یوسف ابن احمد بهرانی. در اینجا هم اعتراف خیلی جالب است، میگه والعجب من بعد القاصرین انه کان یتوقف فی توثیق شیخ صدوق. باورتون میشه که شیخ صدوق اینا رو کسی ثقه نمیدونسته؟ توثیق شیخ صدوق اینا در هیچ یک از کتابای رجال اینا نیامده. این هم از کتاب لؤلؤ بحرین اینها. در این مطلب از الفوائد الطوسیه از حر آملی در اینجا هم اعتراف دیگری بر این که آقای صدوق رو کسی توثیق نکرده، نه نجاشی نه غیرش از علمای رجال. هیچ کس آقای صدوق رو ابن بابویه رو توثیق نکرده. اعتراف خودشون در کتابشون. تشکر. این مطالبی بود که در مورد این آقا اومده. میایم در کتاب عیون اخبار رضا. دوستان از این مطلب رو نشون بده. این عیون اخبار رضا است. در اینجا همین روایتی رو که سیقتل رجل من والد برز خراسان، همین مطلب همین روایت رو در اینجا آورده. روایت 17 در صفحه 289 که اگر گناهانش به اندازه ستاره ها و اوراق باشه این شخص بخشیده میشه اگر به زیارت چیز بره، امام رضا بره. در کتاب من لا یحضر الفقیه احمد جان نشون بده. در جلد دوم همین مطلب در اینجا اومده. حدیث شماره 3188
از نعمان ابن سعد. تشکر میکنم احمد جان. حالا معجم رجال حدیث خویی، یکی از رجالیون بزرگ اینها، احمد جان نشان بده نظرش در مورد این روایت چی؟ این صفحه بعدی اینم مؤسسه خود آقای خویی اینو چاپ کرده در مورد نعمان ابن سعد و این روایتش. روایت کرده از امیرالمومنین ذکر او صدوق ذکر کرده، جزء دوم باب ثواب زیارت نبی و الائمه علیه السلام، حدیث 1605. ثم ان صدوق لم یذکر طریقی الی نعمان ابن سعد. این آقای صدوق روایت رو، طریق این روایت رو به نعمان ابن سعد ذکر نکرده، یعنی یک چیز جعلی خودش ساخته. ولكن ذكر طریقی لنعمان ابن سعید ولم یذکر لنعمان ابن سعید روایتا غیر هذه الروایه. میگه که هیچ روایت دیگری از نعمان ابن سعید، اگر این نعمان ابن سعید باشه، روایت غیر از این از ایشان وجود نداره. فلا محاله، در اینجا چی میگه؟ فلا محاله، هیچ راه بروبیایی نیست، یعنی هیچ راه فراری نیست. وقع التحریف، که تحریف صورت گرفته، اما فی الروایه، اما فی هذه الروایه، یا در این روایت، او فی المشیخه، یا که در سند، یا سند رو تحریف کرده آقای صدوق، یا که روات رو تحریف کرده. والله اعلم. این از کی؟ از آیت الله خویی. این بچه بیشعور بی سواد یزدانی انقدر خبر نداره این خنگ که خویی چی گفته در این مورد. حالا خویی کی است؟ من اینجا در مورد خویی صحبت میکنم. الان من صحبت نمی کنم، استاد خودش صحبت میکنه در مورد خویی. احمد جان صدا رو بذارید. مرحوم آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه که از مراجع بنام و از شخصیت‌های برجسته شیعه در عصر حاضر بوده و کتاب ایشون معجم رجال الحدیث آبروی شیعه هست که ما تحدی میکنیم که اهل سنت کتاب رجالی همانند معجم رجال آقای خویی رو ندارن. من در مناظره‌ای که با پروفسور غامدی داشتم، ایشون خیلی میبالید به کتابهاشون، گفتم شما بیایید این ویژگی هایی که معجم رجال آقای خویی دارد بفرمایید کدام یک از کتابهای رجالی شما، کتابهای رجالی آقای ذهبی، آقای ابن حجر و دیگران، کدام یک از اینها این ویژگی ها را دارد؟ و الحق من میتونم ادعا کنم با 20 سال تدریس رجال در حوزه علمیه قم و در دانشگاه ها، کتاب معجم رجال آقای خویی از کتابهای بی‌نظیر شیعه در طول 15 قرنه و در حقیقت این کتاب آبروی شیعه هست. بله بینندگان عزیز، آبروی شیعه میاد میگه که این روایت یا خود روایت تحریف شده است یا رواتش. و این خودفروش بی سواد احمد عمامم سرش گذاشته، اسم حجت الاسلام و المسلمین هم یدک میکشه، به اندازه بیشعور بی سواده که از کتابای خودشون هم خبر نداره که تو کتابای خودشون چی اومده و چی صحیح است و چی صحیح نیست. رفته چسبیده به مجلسی که این روایت رو توثیق کرده. بابا جون، خویی آبروتون، آبروی شیعه، میگه که یا روایت تحریف شده یا رواتش تحریف شدن. در هر دو صورت این روایت یک روایت دروغ و تهمتی است که به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زدن و این آقا چنان به دست و پا افتاده بودن که بیان و خلاصه هر طوری شده جواب بدن. اما بیایم رو تحدی که ما کرده بودیم و جوابی که اینها به ما دادن. دوستان عزیز خوب دقت بفرمایید رو تحدی که من چی گفتم و اینها، این دروغگوی مکار هیلگر که این دروغگویی و مکاری رو از استادش قزوینی یاد گرفته. تحدی ما در مورد ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله است و این آقا چی رو نشون میده؟ و متاسفانه اشخاصی مثل همین آقا رضا از اهواز میرن این جانورای حوزه علمی قم رو برنامه‌شون رو میبینن و بعد از اون میان تماس میگیرن و خلاصه آبروشون میره طوری که دیدید در تماس ایشون. با هم ببینیم اینو. کی بود پیر پرست، کی بود قبر پرست، کی بود مشرک؟ توضیح بده اینا، قضاوت بینندگان عزیز. اون آقا در کلیپ قبلی گفت پیر پرستا و مشرکا به این آیات استدلال میکنن برای جواز توسل. این هفته منکر شد، گفت نه من کی گفت. حرف ما این بود که بیننده پرسید که اگر کسی برای توسل به این آیه استدلال بکنه کافر و مشرک است. من گفتم نه،
و توضیح هم دادم که توسل جایز داریم، توسل ناجایز داریم. در اینجا میگه که پیرپرستا و مشرکین به این آیه استدلال میکنن. این چه ربطی داره به اون حرف بیننده؟ هنوزم میگم احمقی مثل تو، بی سوادی مثل تو و استادت قزوینی هم به خیلی از آیات برای خودتون استدلال میکنین. این ربطی به آیه و ربطی به تفسیر صحیح قرآن نداره. ببینید که چی جواب میده تحدی ما رو. گفتم من نگفتم، اون یکی دیگه بود، اون یه دوز دیگه بود. به هر حال قضاوت به عهده بینندگان عزیز. خدمتتون هست. بسیار عالی. حالا البته شاید از عوارض همون اتهاماتی هم باشه که آقای ملازاده مطرح میکنه. بالاخره حالا بیسوادی و فسادهای اخلاقی ایشون و مسائل دیگه که حالا ما خیلی دوست نداریم وارد جزئیاتش بشیم. کلیپ بعدی ایشون حالا یه جرأتی هم به خرج دادن، به زعم خودشون مثلا شجاعت به خرج دادن، یک تحدی رو مطرح کردن. با هم دیگه ببینیم. تحدی میکنم که بیاره از کتاب معارف القرآن یک روایت از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در زیر آیه وابتغوا الیه الوسیله که گفته باشه وسیله جایز است. من تحدی میکنم که بیاره از کتاب معارف القرآن یک روایت از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در زیر آیه وابتغوا الیه الوسیله که گفته باشه وسیله جایز است. بله، دقت کردید که تحدی میکنم که یک روایت از معارف القرآن در زیر آیه وابتغوا الیه الوسیله گفته باشه حضرت علی که توسل به من جایز است. این تحدی بود. حالا ببینید جواب ایشون. بسیار خوب. تحدی ایشون خیلی واضح بود. یک روایت، یک قولی بیایید از کتاب معارف القرآن که امیرالمؤمنین ذیل اون آیه فرموده باشن که مثلا توسل رو نتیجه گرفته باشن و توصیه کرده باشن به توسل. بله، در ادامه خب کلیپ چون خیلی طولانی بود نذاشتیم بیننده نزدیک 15 دقیقه نذاشت. بله. نمیشد ما کامل کلیپ پخش کنیم. بیننده همین مطلب رو از کتاب معارف القرآن می‌خواست بخونه، نمیگذاشت. بله. هر چی می‌خواست بخونه میگفت نه، اجازه نمیداد و بعد وقتی بیننده رو قطع کرد اومد و تحدی کرد. خب البته ما ارزشی برای اینا قائل نیستیم، می‌خوایم تحدیشو جواب بدیم و فایده‌ای هم نداره، ولی خب برای بینندگان عزیز شبکه خودمون از همین تفسیری که ایشون گفت ما همون روایت رو میاریم. تفسیر معارف القرآن. بله، احمد جان میگه ارزش نداره که جواب بدید، اما دوتا برنامه میرید برای یک حدیث، یک تماس 10-15 دقیقه‌ای. بدبخت بیچاره دوتا برنامه رفتید، کشتید خودتون رو. 3 ماه شده که فراموشتون نمیشه اون داغی که به دلتون نشسته از اون تماس همکارتون محمد رضوی یا مومنزاده یا هر کسی که هست. ببینید حالا جواب میخواد بده، میخواد از ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله جواب من رو بده، جواب تحدی رو بده. مؤلف دانشمند عالم اسلام حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی از علمای بزرگ اهل سنت و از مؤسسین دیوبند. بله، روش قزوینی خیلی بزرگ میکنن، این از فلان، از مترجمش این، از کتاب این است، تا که بیننده رو یک نوع تنوین بکنن، فکر بیننده رو مشوش بکنن، بعد از اون دروغشون رو بگن که کسی متوجه نشه. بندی هستیشون، دیوبندی هم هست. مترجم حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور دیگه، این خیلی معروفه، خیلی شناخته شده است. اگر استاد آقای عبدالحمید هست، مؤسس دارالعلوم هست، مؤسس خدمتتون عرض کنم حالا مؤسس همین ختم صحیح بخاری هست آقای مولانا محمد یوسف حسین پور، آدم کله گنده و معروف و مشهور است، همه میشناسن و الان هم در سراوان فکر کنم مشغول باشه. در جلد 4 انتشارات شیخ الاسلام احمد جام خدمتتون عرض کنم، اینم باز صفحه 2 این کتاب و اینم مشخصات چاپش، تمام مشخصات، حتی شماره تلفنش اینجا موجود هست. بینندگان عزیز میتونن تماس بگیرن فردا و دقیقاً همین صفحه رو بپرسن ازشون که واقعا همچین مطلبی در این کتاب هست یا نیست و حتما شاید به هر حال کارمندان و کارکنان انتشارات هم ببینن برنامه. حالا کتاب البته بازار فراوان هست، در زاهدان که در همه کتاب فروشی ها هست، در مشهد هم هست، در تربت جام همه در این کتاب فروشی ها این کتاب موجود هست. ما هم داریم یکی دو دوره از این کتاب. در صفحه شماره 37 تفسیر سوره نساء رو شروع میکنه از اینجا: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. صفحه 38 تفسیر رو خلاصه میکنه چون آیات چندین آیه پشت سر هم هست، خیلی طولانی میشه. دوستان عزیز اینجا توجه کردید تحدی ما چی بود؟ یک دلیل، یک حدیث از حضرت علی در ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله بیارید، خودشون هم اینو پخش کردن. خب بیشور احمق، حداقل همون آیه وابتغوا الیه الوسیله همون حذف می‌کردید که آبروتون نمیرفت اینطوری.
اصلا توی حال و هوای دیگه است. تحدی این بود که زیر آیه وابتغوا الیه الوسیله، آیه وابتغوا الیه الوسیله احمد جان اگر نشون بدی اینجا هست. بله، در صفحه 386 یا ای الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. تحدی ما این بود که در زیر این آیه طبق ادعایی که اون بیننده تماس گیرنده کرده بود، در زیر این آیه یک روایت از حضرت علی بیارید که گفته باشه به من متوسل بشید. الان تحدی ما اینجاست، صفحه هم احمد جان نشان بده 386. بله، این آقا میره از کجا دلیل میاره؟ از صفحه 37 و 38 در زیر آیه 64. قضیه در اینجا قضیه توسل نیست، قضیه استغفار. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. آیه 64 در مورد قضیه طلب استغفار است، در مورد توسل نیست. این این تحدی ما رو میخواد جواب بده. ادامه رو ببینیم تا در صفحه شماره 43 به اینجا میرسه. در اینجا شرط قبول حضور در خدمت رسول خدا، شرط قبول توبه. ببینید دقت کنید، میگه شرط قبول توبه حضور در خدمت رسول خدا و سپس دعای مغفرت ایشان غالب به این خاطر است که آنان بر مقام نبوت آن حضرت حمله کردند و قضاوت ایشان را از نظر دور داشتن. حالا ایناش خیلی مهم نیست تا اینجا. بله، ایناش خیلی مهم نیست. چرا ایناش خیلی مهم نیست؟ چون قضیه طلب استغفار از رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق داستانی که در صفحه 42 در اینجا ذکر شده و در صفحه 43 احمد جان نشون بده، قضیه در مورد ادعای بیهودهشان جواب داده شد که آنچه ایشان در دل کفر و نفاق دارند خداوند از آنها کاملا باخبر است و تعبیراتشان بیجا و قسمهایشان همه دروغ است. در مورد منافقینی که اومدن عذر می آوردن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، بنابراین شما عذرشان را نپذیرید و ادعای مدعیان را که علیه حضرت عمر کردن رد بفرمایید، زیرا که کفر آن منافق واضح شده بود. بعد از آن فرمود که شما آن منافقان را با خیرخواهی ارشاد بفرمایید که در دل‌هایشان کاملا مؤثر واقع شود، یعنی آنان را به یاد آخرت انداخته با اخلاص به سوی اسلام دعوت دهید، یا سزای دنیوی را ذکر کنید که اگر شما از نفاق باز نیامدید زمانی نفاق شما ظاهر می‌گردد و انجام شما هم همان خواهد بود که انجام بشر منافق شد. در آیه 5 یک ضابطه عمومی بیان فرمود که رسولی را که ما فرستاده ایم به این منظور فرستاده ایم که همه مردم مطابق حکم الهی از دستورات او اطاعت کنند. پس نتیجه این شد که هر کس با احکام رسول مخالف باشد مانند کفار با او رفتار می شود. بنابراین عملی که حضرت عمر انجام داد صحیح بود و بعد از آن به طور خیرخواهانه مشورت داد که اگر ایشان به جای تعویلات باطل و قسمهای دروغین به کوتاهی خود اقرار می‌کردند و نزد شما حاضر شده خودشان هم از خدا آمرزش می‌خواستند و هم رسول هم برای آنان دعای مغفرت می‌کرد، حتما خداوند متعال توبه آنها را میپذیرد. در اینجا شرط قبول حضور در خدمت رسول خدا و سپس شرط قبول. منافقین اومدن بر حکم الله و رسولش اعتراض کردن، هم مخالفت الله کردن هم مخالفت رسول کردن. در اینجا اونها رو به خاطر اینکه ادب بکنه الله سبحانه و تعالی این آیه رو فرستاد. بعد از اون میگه که بعد اینا می اومدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب استغفار از الله میکردن و از رسول الله طلب استغفار میکردن، چون نافرمانی رسول الله را کردن و ایشان در بین مردم زنده بودن، باید از حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب استغفار میشد. و مغفرت ایشان غالبا به این خاطر است که آنان بر مقام نبوت آن حضرت حمله کردند و قضاوت ایشان را از نظر دور داشتند و به آن جناب ایذا رساندند. همین جایی که این مطلب رو که میاره میگه ما زیاد دنبال اینا نمیگردیم، اینا مهم نیست، چون که اینجا دست این صیغه زاده خبیث بی سواد رو میشه. به خاطر همین میگه ما به این زیاد اهمیت نمیدیم، این مسائل ازش میگذره. حمله کردن و به آن جناب ایذا رساندن، یعنی اذیت کردن. بنابراین برای توبه از جرم
از جرم ایشان حضور در خدمت آن حضرت و استغفار او شرط کرده شد، اگرچه این آیه در خصوص واقعه منافقین نازل شده است. اما از الفاظ آن یک ضابطه عمومی پدید میاد که هر کس در خدمت رسول خدا حاضر باشد و آن حضرت در حق او دعای مغفرت نمایند، حتما او آمرزیده خواهد شد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگر برای صحابی، برای کسی طلب استغفار کردن، برای اهل مدینه طلب دعا و برکت کردن، این در نزد الله سبحانه و تعالی به خاطر اینکه ایشان پیامبر بزرگ الهی هستند پذیرفته می شود. بعد از اون یک مطلبی رو بیان میکنه از کتابی به نام بحر المحیط که خزعبلات و خرافات در این کتاب فراوان یاد میشه. در اینجا همین روایت حضرت علی رو که این بیننده اشتباه گرفته بود مثل قزوینی و مثل غیر از این آخوندا، در اینجا حضرت علی کرم الله وجهه فرمود که وقتی ما رسول الله را دفن کرده فارغ شدیم، بعد از 3 روز یک روستایی آمد و بر مقبره گرامیان حضرت افتاد و زار زار گریست. لذا حضرت علی آیه فقر را به وی معرفی کرد و گفت که الله تعالی در این آیه وعده فرموده که اگر گناهکاری در خدمت رسول خدا حاضر باشد و رسول برای او دعای مغفرت کند، گناهان او آمرزیده میشود. بنابراین او گفت من در خدمت شما حاضر شدم که شما هم در حق من دعای مغفرت بفرمایید. کسانی که در آن وقت حاضر بودند بیان می‌فرمایند که در جواب آن از روضه اقدس این صدا برآمد که قد غفر لک، یعنی مغفرت شدی. حضرت علی به ایشون این آیه رو گفت، آیه فقر رو به وی معرفی کرد و گفت که الله تعالی در این آیه وعده داده که اگر گناهکاری در خدمت رسول خدا حاضر باشد و رسول برای دعای مغفرت کند، گناهان او آمرزیده می‌شود. در همین اندازه حضرت علی این آیه رو گفت که اگر که گناهکاری بیاد طلب استغفار بکنه در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله براش طلب استغفار بکنن بخشیده میشه و قبل از رسول از الله طلب استغفار بکنه، طوری که در آیه آمده. بعد میگه بنابراین او گفت من در خدمت شما حاضر شدم، این طرف که شما در حق من دعای مغفرت بفرمایید. کسانی که در آن وقت حاضر بودن بیان میدارن که در جواب از روضه اقدس این صدا برآمد که قد غفر لک، یعنی مغفرت شدی. این روایت این قسمتش که در بحر المحیط اینجا آدرس داده که نه حرف مفتی شفیع عثمانی است نه حرف مترجم کتاب است، از کتابی به نام بحر المحیط، یکی از تفاسیری که خزعبلات و خرافات توش به وفور یاد میشه. این حقیقت است، ما تقیه نداریم مثل شما، یکیتون میگید کافی درسته یکیتون میگید نادرسته، به وفور یاد میشه. همین قسمت پایانی که در اینجا رسول گفت قد غفر لک، این در تضاد با آیه است. این انسانی که در مقابل الله سبحانه و تعالی گناهی انجام داده باشه بعد از الله طلب استغفار بکنه. اگر بیادبی به احترامی به رسول الله صلی الله علیه و سلم منافقین کردن، این آیه در مورد اونا نازل شد که باید در حیات پیامبر بیادبی به احترامی کردید، برید در رسول الله طلب مغفرت بکنید. پس تحدی ما رو جواب ندادید آقای صیغه زاده احمق بی سواد ولایتی، و جواب ندارید چون که در این کتاب نیست. متاسفم، خیلی براتون متاسفم، برای 200 کارشناستونم متاسفم.